سلام درود خدمت همه بیننده های زاویه میدیا. یکی دیگر از برنامه های وظیفه است. ما آمدیم در یک جایی که حکاکی لایزری میکنن، ببینیم که اینا چی کارها انجام میدن و آیا مرا میمونن کامراشون امروز کار کنم یا نه. سلام، خوب هستین؟ خوش آمدید. سلامت. عبدالله صمد کس هستند که امیجا مربوطشان میشه و ما معرفی کنین صمد جان که چی کارا میکنین اینجا و نمونه های کاریتان بیشتر روی کدام دیزاین ها است و روی چی کار میکنین؟ با عرض سلام خدمت تمام بینندگان زاویه میدیا و خدمت شما. شرکت صمد ساین اولین شرکت حکاکی لیزری است که فرهنگ در افغانستان آورده 17 سال قبل. روزانه شما همکار می باشم. چشم. یکی شما چی کارا میکنین روزانه؟ که کدام مراحل طی میکنه کار شما؟ چشم. و شروع کن. بسم الله. ما بیش از تکنولوژی استفاده میکنیم. با خاطر ماشینای لیزر ما که اوریجینال است، از برنامه کورال درا استفاده میکنیم. چون بعضی دوستایی که ماشینای تکنولوژی چینایی دارن و از فتوشاپ استفاده میکنن. باید اول ما اینجا بیم سایز ماشین خود بگیریم. ما کمانده دادیم از پرینتر دیگه انشاءالله اونجا کار میکنیم. از یک نوع مواد خاص جور شده که گیلاس ها ما گفته میتونیم که 80% پخته شده و 20% خام است. 20% چون که از پخته بله 20% پختگیش هم بالاست. عکس میگیریم برای گیلاس. این گیلاس ها با بازار در قیمت 60 افغانی 50 افغانی پیدا میشه و این یک نوع شکاسته به خاص داره که از کمپانی 3M است که نچسبه و گیلاس خراب نکنه. پس میریم این بخشش خلاص شد، میریم بخیر به داشش یا به ماشینش میبریم. این است گیلاس هم میمانیم، میبینیم که داغ شده. از این ماشین ها تا 6 دانه ایش هم پیدا میشه که 6 عدد گیلاس شما میتونین به یک وقت پخته کنین. حالا گیلاس چون سرد از درجه پایان آمده است، تا اینکه گیلاس پخته شود وقت میگیره 10 دقیقه. اوکی. این کاش هم اینجا شاگردی شما رو میکنم. یک فرمایش هست آمده بود که باید در روی این تخته حکاکی شود و دیزاینش را انجام دادن، اندازگیشون کردن، این روان کردن به سرور و میریم حالا میبینیم که در اونجا باید ایده بانیم قالب بندی شد و باز میبینیم که در روی این چی میایه و نتیجه کار برتن نشان کنیم. قسمت در بالا برتن نشان دادم ما فایل روان کردیم به سرور و از اینجا اکسپورتش کردیم به ماشین رو ما روشن میکنم و ببینیم که مرحله با مرحله چی کار. آله اندازه‌گیری است که توسط شما میگیریم.
چقدر بالا؟ بازو فریم بده؟ فریم؟ حالا بگو ادجست کنیم. من میگم خیلی همگاه. نه چیز نداره و لیزر خال نیست. تنها لایت هست. نه بازو ادجست کنید الیکترون چند تازی اندازه گیری میکنیم از این که زیاد باشه باز ماشین نمیتونه کوره حک کنه یا کنترل کنه. مرحله حکاکی خلاص شده و ما ماشین آواز میکنیم ببینیم که نتیجه کار چی بود. حکاکی به صورت کامل انجام شده و الان میکشیم از ماشین. این اول پالشکاری میکنیم. ما میخوایم که در این قلم حکاکی کنیم و نام خودم و همکاران که همراه ما آمدن اینجا نوشته میکنیم. میریم ماشین اول روشن میکنیم. که لوگوی زاویه را دست بشقاب لاجورد حک کنیم. شما دیدید که ما در 4 ماشین کار کردیم. سنگ و چوب در ماشین کلان، آیین هم در ماشین خود بود که قلم ها را درش حکاکی کردیم و چرم هم در ماشین نسبتا کلانتر از او که کتابچه را درش حکاکی کردیم. حالا میریم که کار از شد. مثلا خدا چی که میدانید این جرایت میکنه که این پایان کامل کمی کنه بالا انرژی دست داشت. ممنون از اینکه برنامه را تا فی‌الحال تماشا کردید. فراموش نکنید که چنل یوتیوب زاویه را لایک و سابسکرایب کنید
و تا برنامه آینده شما رو به خداوند یک تا میسپارم. خدا نگهدار.